мара гӯш кунед. маблағи мара агар ки намегзаронегу ҳамашама якта ба якта дар фарохта кун. фаҳмидам. ҳоли бешумо чӣ кори кардаатона? шуд тамом. ҳарди ту барои апам кор мекунед, а? ман кораи хел намемонам. ман кораи хел намемонам. аз паси ин шидам дар кори кор. всё. ташаҳолаки пута хабар мебари мерасоним. осипиз пута бизимени ҳозибе. майравам дахилам партон. омад. пута бизӣ мекунӣ, а? ебе ягон суми дига кор мекунем. чикалай фарухҷон? касон бурукш хел? рӯбурак шавам. раҳмат. хай намепурсӣ ки харидай ки нахаридай? ай куҷо ёфтӣ? киҷо хариди? равзан? гапа рост шавгу. фарухҷон, духтари ҳамсоятон ку покиза омада ҳамка лишпидагӣ айда. дига рафтем бозор. эра духтари ҳамсоятон харид. покиза ку дар ишқи ҳамка лишпидагӣ ай духтари ҳамсоятон. ҳамсояи мо? якем гап надорам. бовар мекунӣ ку? ҳамин хеле ошиқам шидагае ки шавку ховай 400 500 смс роӣ мекунам. батра? дӯстат медорам. ту ма бе ту наметонам. зиндагӣ бе ту ширин нест. ҳамин мега шави дуроз зора мекунам ки сурат бигироӣ ки ман дига ҳамка скриншот мекунам, ман мекунам, селфи мекунам, роиш мекунам. мегӯм ту ин қасурати мара чӣ кор мекунӣ? ҳамин ку чизе бигум ку аз барои ман дарав муҳайё мекунам. دیگه چی جوی با یه مشاخه برادر اینا تلفن رو بی همش یک تک تا ناو کدیسیم یک تک تا آدم خیلی روز داشته باشی دیگه تمام بخ خوره همه چی ناوشیدن میگه ولی مسئله با ماشینای بلند گذاشتیم بعد از تلفن ماشین آرام شو. ایتی منم. کجا باشی؟ چی گپه که؟ سر سما فرار شده. هیچ نه. گوش کن. این رقم های تلفن. این تمام کارهای کدگیش. فهمیدی؟ زنگش میزنی اول پیام روی کن فهمیدی با جای حدیثه را فرودش میکنی کار را یک تا بفهمش ای دوری من نظرات میکنم مایل شکا
کارای گفتگی در میکنم و کار نکنی پس پنجره را. دادا تا گفتگوی مرا بکن پنجره او سبسته پولدار میشه پولدار. مالکه من پای کار میشم. خب چی قوای ما داری؟ بیا شودت نه چی باهیما رنگ هم ماشین الکترومبیل روی 50 سومون در ضرر دونی 400 کیلومتر دیگه میلقی. یه خیلی گپ نزن شودت من در پیش فروخت تعریف کردم من گفتنی بودم که شودت بیا شودت یک بازار ببرم لباسای تاجیکوناش بخرم متریالی پیش بازار بخرم دیگه لباسای تاجیکی قتی بگردم گفتم هم فروخ جان تعریف داشتم در پیش. من لیلی مجنون تنها میمونم. شما صحبت کردن گیری من کمتر کار دارم. من پسی کارم میشم. بچه 20 دقیقه ما هم به کار نیستیم که ما هم کار داریم فروخ جان 20 دقیقه حقیقت صحبت کنیم که سرجم بای چخ کنیم خوی مو بگه چخ میکنیم. من دوست دارم گم نیست برای کار داریم گم نیست ایده ما تو تعریف داشتم باور میکنی تو مرا هم خیلی دوستت میدارم که من در عشق تو لوش پیدگیم همین گپ خواهیده کردم مغز گپ بگم تکو عزیزم تو محتابی منی در روزی روشن. چی؟ محتاب در شب میبره در روز نیکو؟ او تو بلای در فهمیدی اما سوادی تو را فهمیدنی بدون که هم میفهمه یا نه تو که بالا بودی در فهمیدی او تو اون نیچ که بیا بریم که بای نشو دیر نشو ما تر یک بازار ببرم بچا ما خوبه گنده تجارت کاریم خیلی مورا بای نکو میریم یک سر لباس تاجیکی هم متریال زور بگیریم نریم. السلام علیکم لویق جان چه؟ نقص خوب؟ چه؟ نقص؟ لویق جان؟ این کار برای تو خواهر دشوار نیست است؟ نه امای جان شما با ما 10 سامان دید ما همه جای اینجا را توزه میکنیم. ای قانزنی گوش کنید. 1 2 3 انا این برای تو 60 سامان 1 2 3 انا این برای خواهرچت. فقط احتیاط کنید خوب؟ همه کارها رو بود کنید با انجام رسونید من باز اومده خبر میگم مایلش؟ خوب احتیاط کنید نقض مونید خوب اینها رو برده با مادرم میدهیم. بیا کار رو سر میکنیم. که فروخ کجا فروخ کجا شد که فروخ زوربک؟ با تو چی شد؟ نمیدونم دینای خونه بست دینای خونه برامدن در کسی زد. چی؟ بچه همسایه برده بود ما ای بالنیسا گشتیم و زیر پیش خونه خودمو؟ بله کی زد؟ نمیدونم ای اکا بخیر ای میسوزه اکا همه جا میسوزه بدون چه زوربک؟ نه اخی چی؟ بازی من دوستم از زنگ میزنم در بیمارخونه او تبابت میکنی تا ساز نشوی به خونه بر نمیگردی. مایلش مادر چی خیلی؟ مادر اگر این حالی تو رو بینه با حالش بدتر میشود. صدرالدین دوستم سلام. زوربک نظر میبید خواهش میکنم این هم نگاهبین تبابت کن ما در خدمت. خوب بله خوب زوربک برای بخفی کار با در مسئولیت میکنم
агар занг занам хушрӯ ҷавоб диҳ. خب اکا من گپ زدم نمیشود. نگم کس هستی بچه فاروق فاروق کیای با بیزار کردن ای نمیمونم یادم خوروی ای خدا گیرم این نامی فاروق میگه یه خونه اوچه فاروق باشه همین قزنه که احمقی هستی که یه کجا پیدا شد بود مامودن یادم ده عبیدی روز ده همی خونی اوچه هم خوروی اون مهمونی هم در یک هفته یه بار بود در یک ماه یه بار بود هر روزی همین جایه کیای نغزی اپا سازی تنجه چیکار میکنی؟ هیچ همه افتاب برداشتم من چی که پشته سرم درک هستن همینجا بیخ همین رایحانه آمودم دارو کوفتستم اکا گفتم گیاه ها قطی یک خمم سرم بایکنم گیاه ها قطی اینجا در تو دارو خونه اوخه همین بوی رایحان داد رایحان تبابتی های همین چی ها بوی خوشم سری آدم عدرد میمونونه تو چند ساله شدی؟ من کلام شدیم اکا خیلی که دیگه قریب 40 ساله شدیم تو 40 سال در دلی مزدی میدونی امیره یادم در پشتی ریحان بجا میشی یادم بالای انگور میبره یادم پشتی درخت میبره یادم بالای دروازه میبره تو چی رنگی دخترکا ناز کرا بجا میشی اپا اکو بودک بودم و خیلی گپا مونه میبیت اکا جی کلام شدیم و خیلی گپا رو نگپا این همه چی تو یا میبینم کو 48 روز طوری ما برار نمیگیم دنگی دیوانه 48 روز برار نمیگه من که چرا ببینم یک عمر کارم برار نمیگیره الو زوربек سوزی خوبی سلامتی خوبه رحمت شما خوب هستی نکه رحمت سلامتی بهتر است اوخی میشه خوب باشه شو داری شکر سوز من در جای تجارتی پیشترای دکان هامو بود کن پیشترا دکان های اویلانی همینجا یک تاش رو کمتر آباد کردم بار آوردم زدم محصولات های مکتبی من روزگار همسایه کم بغلمون هست که همسایه کم بغلمون اپای اویشا فهمو هوا بیار کم سودا کنه زندگیش پیش برات خوبتر است سلامت باشه دکتر شما بهترین انسان توقیه فکر میکنه گرم نیست سلامت باشی مالش خوبه که جون شما از پس کشیدن گرید من حال میکنم من کلید داده دستی دکانی همسایه میدم اومده گرفته جا نشانتی از پس کار شما خوبه که خدا نگهدار مالش طاقت که این مغازه چم تیار شید از میرم همه شهر میکنم پاومک اکا مغازین هویه کو مغازین آوازی ما مسئله شم میبینم فهمو نزدیک چی بریم نه همیجا بیشت از ما میرم میبینم میام ای شدی اگر با خوصی دل ما کار نکنی من با خوصی دلت کار نمیکنم حال ببینیم چی گپ میشه فاروق بود دیر شدی؟ چی که پیدایی تیراتوره مایی خیلی که بازیچه
اینقدر مرو سگرتی سیر نکردی باناسکی؟ ها؟ من این رو برای خودم نکردم شدی جان. اویشه همسایه ما هست که زنکی کم بغل. تو در تریتور ما به اجازت ما تو خیسته کیم کدام پایلیش ده؟ مرا پرسیدی یکم بو؟ شدی آرام شو این تریتوری تو نیست. این از پدرمون برای ما مونده است. ما هممون ضروریم لازم میدونیم که این چیز رو استفاده ببریم. گوش که این جمعه را پدرم مثال نیار. ما کنجای خونه ایم اینجا همه شایمه فهمیدی مرا؟ براو جو مکان خود دا کتگی که خونه رو چنده خواهی بارو پتک تا بگی ایجا گم کن نخواهی من میدانم اینجا را چکو کنم تریتور ایما دا لزید نکن فهمیدی؟ دار اگر 5 دقیقه در اومدن نروی در موبایل این همه قدر مردم شرمندت میکنن در دیده چون کردی؟ هیچ خلشی گفتی هم مگزین دارم میتونیم تا بگی کار فرمو من مردم 18 تا آخینت فرام گرفته شکو پروانه که این مسئله رو من دیدم آزی تماشا که 5 منت پس میبرویم میروم هم مگزین در اختیاری خودت چی کارش میکنی بکه نکی با گپایی که من میگم سری وقت اجرا نشوه جوابشو میگوی فهمیدی؟ اکا تو کلیدی که من گپ تو بریم برو مرا باشه تمام از میبرویم میروم پروانه که چی کنه؟ لستیم همجا برو مادنش نگه کنی بنا برو مادرها فرما فاروق او فاروق ها بیا بچم بیا و علیکم بر سلام بیا بچه جان ساز اینو چطور اینجا کارات خوبه کم اینو اومدم و علیکم بر سلام بیا بچه ساز هستی نوچه جان میشم خوب هستی اینجا هستی فاروق خونه ده فاروق همینجا ده بود نمیدونم نگی در همین خونه نمیدونم سلام علیکم نغزی اپا سازتی ای دختر جان کم نماز شدی رفتی نه همجا دیم کو خیت بالونات پریلوی حولیاش تگه پریلوی کردی نه توزای ولی کم اپا توزای من نوشش تو اومدم برای چه مدی؟ توزای همین اوچم ده یک گپ دارم گپ میزنم میرم خی گپ زن جونیو چه تینجی بود؟ تینجی اوچه همین اینه یه همسایه تو نمو همسایه دیگری ها فاطمه نه زینب همون خالای زینب یه دختر داشته همون رو تای چش کردم راستی گپ خیلی همون رو گفتم یک شما پرسم با شما نفهمیدگی این چه دختره یک دختره که من دکی خواهش سککی ها وای مشکی ای بچم زالده مشک میکنه یافتیش انمو انتخابی بهترین کردی مکو 6 ماه پیش یه بچه زد بردم محکم کردم شد فهمیدی دنگ دیوان نده تا خیلی دنگ دیوان ها میرسن یا پاما که فهمید که هم محله میفهمه شوخی میکنه اوچا همین گپ باید نخمون همین دمودی تو چخیله همین سویبی میکنه زنشن نمیکنه یا همین شوی همین چی نمیکنه اون میفهمم یه خیمون بلا با پسی شو هر روز همین جده چکو کنیم خیلی
همون دختر چه دختره؟ بسیار دختری نغزه. دختری نغزه اوکی؟ عاشق شدی؟ اوچا اگر همین کاری ما بچه کو یک متریال پیش بزرگ یعنی که متریال دبی است که میگیریم. باور کرد دبی است که متریال میگیریم. همین شما خوشبخت شوی ما روزی. هزار رحمت. متریال دبی است که همین پیش ای توی متریال دبی است که میارم بدوزو در روزی توی ما بپوش میشه بچا. مایلش. بچه اومدن سلام بگو فاروق شما مایلش. های الهی. الهو به تمام آرزو حواسکات رسی مشکلت آسان شود کشایش کارتیه خیلی بچه جان خوشبخت شوی آمین الله اکبر مایل بچه جان از پسی کار شد مایل با بیا بچه جان خب مایل مایلش خیلی خوش آمدی خب خدای شکرانه خیلی درماندی هم رفت خدا شکر بیا کی باشه بیا اکا بیا که پازمان شده ساز خوب زوربک ببینم همه کنده پرتوفته ای بچه کلان شدیم اکا بهترین افرین چی شما بینسترینی؟ راستی گپ شادی اومده به باز یکم گپی نمیشیدنی چی میگو شدی؟ چی میگوید شدی؟ میگوید که این همه دکان ها از پدر به من میراث مانده است شدی سیر نکردی تو بعد چی شد؟ چی میشود؟ لوکی با شما 5 دقیقه وقت دکان رو خالی کنیم تو خلای اوشه زنگ زدی؟ بله باز یک راه دیگر یابو خلای گپ زن که حالا فرصتی به کار برآمدنش نیست خیلی ما وعده کردم که کار نمیبریم میمونیم گفتم که شادی اومده به شادی برو میگوید فرزندی که اینجای خانه من هستم همه این مال خانه از من است تو نزد مادرت رفت اینو کسیر میشده باشند از این خاطر زوربک اکنون خوب هستی دیگر جای اسمونسون نیست بله نقص شدگیم با خانه برگرد مادر تشویش است کم کم امروز پگاه کارات یک طرفه کن من امروی دخترت گپ زدم درصد خوب هستی بعد از آن بیا با این رشوت گیر تمام خوب یک لوجه کن که خلای اوشه روزی کنانی باز خفه نشود شد مسئله شو میبینیم از نزدیک صحبت کردن در کار شفای کمی دادم مالش خب همراه شما نروام نه 2 روز دیگر صبر کن بعد میبینیم خدا نگهدار خوب مالش Алло. Апа? آیزیر ما کوری میکنم که فراخ کتی ما گپ زند. شما باشد هرچی تسترک خودتان در جای حدیثه گیرین خب؟ دو کسه میبیوی. بهترین. فراخ تهمتی خوب میکنین. خوب اگر دیر نمونین. خیر. بای. ولی شما نمیدونم که چی گپا میشود تهمتی زور میشود خانه تو ببیریم اومدن بیاین
آقای فروخ یک دقیقه همین در گردون آویزان میکردین مبارک شود تیرت به نشان نرسیدم گفته بودم که برای خودت آوردی مشوقه گفته بودم که عاشق خودت ایزا نمیکشی ها؟ ایزا نمیکشی روی روشات در روز روشن گردن بند میبندی رومانتیکی میکنی موسیقی بگناه شرم و حیا نمیدونی 4-5 تا یار و برادری مرا دیدی که خیلی کار کرده یک طرح که مادرت بد بود فرزندی هوایی تو فهمیدی؟ تگم چی گازن تو؟ اپا من نگفتم بودم این دختر عروسی همی ایست بگر چند بار من با تو گفتم این دختر عروسی تای تو بکلا نمیگیری کنی او چم اپا؟ من نمیدونم کنی او چم چند بار گفتم این دختر عروسی فاروخه شی بچه تعریفیش هم میگیره کنی او چم؟ او چه؟ پس گفزن اوچم در خونه همسایه معرکه با است نه اوچم دودار در معرکه میگرده دست کثیف نکن سرت دودار دست کثیف نکن حتی اوچم در خونه همسایه ای در خونه رومانتیکی میکنه رومانتیک وی لوده تو چی میگی؟ خب این اخیر تعلیمیت زنه آقای فروخ خیلی طرف در اومد که مادرم نمیاد سفر جا فاروق هم میگم خوب باب قدیمم خوب زده نم دلم هم خب خرسان شد که زور زده تبی دلی مشور خودم باخ خودم کم ها فاروخ باب کردیم نه که من ایشت ایران که زهورا کی زد زهورا من نمیدونم دودر زهورا خودو زد اپا من میترسم این همش هیلا و نیرنگوی خطای این کروی دستی خطای دودر جان با کارای خودت نباشه اپا جون بیو بس که کرویت نباشه این همش ایده سیستمی اپا این کنیق کروی تای اپا پس گفزن چه پس گفزن اوستا پلان نبرور شنی چه؟ چی اپا این صورت تویا کی صورت گرفت اینویا کی سیومکا کرد من نمیدونم اپا این همش هیلا و نیرنگوی خطای اپا با کارای خودت نباشه چای علیش کردنای توی نگاه کو با قطعی همین جوجوک زبان یک نکرده باشی مرا گوش که اپا این همه کارو را تو خودت کردی در این کار مرم تو قطعی کردگی جواب همه این کارو را تو میتی اپا همه این کارو را مسئله شما بینی خودت حل میکنی فهمیدی اپا روز بلا نکمه نکرده خب که کیسه میسومه شب میبینیم اویدی مسئله گپ میسر دودر بیا دودر جان شب تو را با جوی من مرا گوش که اپا این همش هیلا و نیرنگوی خطای این کارا خودت حل میکنی در همی کار تو مرا قطعی کردی
ҷавоби ин кора ту метиҳапа медонӣ не ҷони апа хел не илтимос биё ту ба ҷои мара ха ту мардаки ма чизе боша набоша ман занакам биёд додарҷон не апа ман ҳеҷ ҷо намерам ин кора ҳамаша худат када худат ҷавоб мегӯй апа эй додар чанд сими хоҳӣ ку ина чанд қапули хоҳӣ ина ҳамаш тани ту биё додарҷон шав ба ҷои мара чӣ пул мериам ин камай апа ин сумо камай боз мепартои сум медонӣ апа ҳа мериам ҳо мерам апа суроғая мепартон суроғара ватсай мада равон ка апа майла додар ё камай боз аинда зиёдтараша мепартоӣ майла راستی ها حالا ما هم میدانم باید چی کنم یعنی ادام زن زدگی تی ها خود ما میدانم تو را چی کنم یاد کن سفرخان در جای دیست اگر یک قدم دیگر گذاری همه نوارها درست به ملیسا خونه می روند چی هیچ خیلی نوار کدام نوارو همین طور نه؟ بله من به عقل نیستم کار کردن در کار من چی کار کردن من میدونم دختر جون سومان سومان لبه درو کشو خواه جون نمیتوانم اکا جان مادرم من رو جنگ میکنن اکا جان چرا در اومده؟ آخر من نام از کور اومدم نمیتوانم اکا جان مایش فهمیدم خواه جون تو چی فکر کردی من همه کارهای کردت رو نمیدونم با مادرت با برادرت تو همراهی کی کدام کارات کی من در نفهمیدم جای دیست به فکرم که ما رو نظارت دارم اگر یک قدم دیگر گذاری همه نوارهای درست با ملیسا خونه می روند میدونی چی من همه چیز در کاری و در اینجا نویستم زنگ تو رو انتظار میشم چی؟ های روز پس سری من در بالا یکی آیو چی خیلی پت زیادی داری؟ ها؟ مثلا نگفتم که
ترسانش اکا کار گفتگی تا کردم جان مرا باینم جمع آورده اکا تو میخواسته ما رو نکدی ای برادر ترسان چک نشه قطعی ما کار که صاحبی پول میشای پول فهمیشه ما رو عاقبت شکت مرا اخیر به کنج زندان میبری دارایی صاحبی ابرو فهمیدی؟ ای کارهای تو من میترسم اکا نه ترس همش خوب میشه ببینی که برنده رو خودمون میشه تو میرویم اکا الو مرا گوش کپا تو دیده و دانیسه مرا روی که جان روز من بیام تو جوابی همه کار رو تمتی منتظر شا من میام ازی مادر جان امیدوارم که شما مرا میبخشید من باپم دادرانم وعده کردم که از اینجا برام نمیروم در خانه ای که کلان شدم در خانه ای که برای همه جا هست برای من جا نیست در خانه ای که پدرم میخواست برای من گذارد برای من جا نیست امیدوارم آجا جون شما مرا میبخشید کیوشی تز بیاکو
ولی یه چیزایی که گیر یعنی باغ و کوه و دره و تپه میگردی یعنی خیلی فقط که نوبتی تا هم میبیاید فقط که بچه لبای دایی سحری روز با کجا رفتیستی؟ مادر جون راستی گپ من 10-15 روز یک جا کار دارم نخواستم که شما ناراحت شوید در خواب بدید بیدار نکردم تو در بالای سری من چی گفتی من فهمیدم همشه بچم برای چی دروغ میگویی؟ اگر تو از همینجا برآمده روی من تو رو هیچ وقت نمیبخشم میفهمی تو به کجا میری آخی؟ مادر جون من کمتر کار دارم رفتم میبیام سلام علیکم علیکم السلام اومدی اپا ها من گوش کپا تو دیداو دونستم مرا روی کدی اونجا خودت میدونست که اونجا کجایی نیست میدونی قریب مرا بکشن و برای چی میکشن؟ ای گوش کپا چی خیلی چی با بکشن شیطانی را کم که تا همش با خبر بودی اپا ای همه کار درک داشتی ای همه چی درک داری و تا تو نمیدونی چی اپا من چی درک ندارم دودر جون چه درک نداری؟ تو درک نداری اپا؟ پس گپ زن دود پس گپ زنم؟ دود نزن مرا گوش کپا ای جلسه وقتی سوم خراجات میخطای من دیگه سوم ندارم که در پرابلمویت خراجات کنم سوم ورق میزنی ای جلسه بعد من پرابلمویت را حل میکنم پس گپ زن گرد نوا پوری آدمای همون سوما نمیتیم فهمیدی تلخی تو نکفه چخیلا پا تلخی من نکفه تو دیده و دونسته با جای مرا روی کدگی که تو ماره و مارتای همه چی با خبری پس گپ زن من سوما میتیم داد نگو به سری من قه ای تو وقتی که من اینجا باشم یگان جا نمیای فهمیدی مرا اگر این بچم رود من هم همراش میروم مایلی رفتم بگی من لباسوم جمع کده بیام نباشه دارم اینجا انتظار شم مایله خوب چایا من میرم همراه خب گوش که مرا تو اگر آرو ناموس داشته باشی دیگه پات در همیجا نمیمونی فهمیدی؟ این تنها پرابلم من نیست پرابلم که هم هست فهمیدی شکاپا سوما در کسی ما میپرده اگر سوما نپرده بعضا کروی هسته که من فوشون میکنم میدونی پیدا نگاه کن ولی اون سومایی که میگیری ای پرچکای بینید میگیرم فهمیدی سوم
با یک تا بودگی مرا اولی میفهمی فهمیدی؟ اولی میشنین گپ میزنین که بین خودتون افت ما اولی بعد میفهمی افت بودگی مرا اولی بیست یعنی تو با خونه دیهم میویم فاروق ما ایت خلاصی نداریم فاروق تو با اینجا برای مهمونی نه برای مردن میوی فاروق یک دقیقه باز من میدانم با تو چیکار کنم فاروق تو اینجا برای استودن نه برای مردن بیا اکا ما انتظار میشم از پایین تعمیر کردن اومده است همین نزد خونه را پیشتر میکردن با خوب میشه انا بچه جان رحمت بچه دو برکت دیه امروز هوا هم خوبه بله اوشا جان من در رو کشم بله بیاد صحیح молодец انا سر لباس موافق ما امروز امروی فاروق مادر قطعی به خونه دیها می رویم سراغ رو در واتساپ پارتفتم پیش از ما رفته بی خطری رو تامین میکنی از پسی کار بیر بچه جان ما اولین باری که با خورده بودیم همینجا بود فکر میکنیم که مگازین ماریا اوپس هم در اینجا Assalamu alaikum apacan. Çıkışmasınız naks. Çıkışma.
اما ساز نقص من دیگه در اون خونه ایستاده نمیتونم. به این هم فروخ کتی مادر برآمده رفتن. تو موری زیر آستین بودم یک جو پیدا شدیم. تو چه حق کرده با کدوم جرأت تو در مغازه من در اومدی؟ شما خودتون خبر ندارین لیکن من کلی آیلای شما را یک تا ای نظر میگذرانم و چیکار کردن تو نه کجا رفتن تو نه یک تا میدونیم. آخه بالا کار دستی تو نامد هیچ کار اجرا کردن نتونستی. شما ایگه پدر من میگین ما کتی بازی نکنه. بازی من فقط که در شما یک چیز نشان میتیم. خودتون بینید دیدین؟ بخونه ما اول دیلی فروخ به دست میارم بعد آسته کاری میکنم که گذارید بسم الله الرحمن الرحیم. خدا بشکر. اینقدر آب و هوای تازه. که فروخ 100 روز در بار 1 روز در کار میگویند. همجا را ما تعمیر میکردیم بسیار خوب میشد. نه در کار میشد. فروخه ای دنیا آمدگیش پشایمان میکنم که خودش به دست خودش دست به خودکشی زده. حتما بازی نکنه نپه دیدین؟ اکنون مرا تلفن نه؟ موری افی موری دو سره تو بالا بودی. اکنون باور کردین؟ من فکر میکنم که در خونه دیگر بودن من هم حجت نیست چون که مادر فروخ هم برآمده رفتن. لیکن فقط یک چیز منعی مشیدسته دودراتو نره گیره پاچهشون بچه نیکور پاچهشون درست کنن. در اون خونه هم سفرخون هم شادیش با ما بچهشون بد نگاه میکنن. نه شرط شرایط ما چه بود؟ وقتی که ما کتی شما قرارداد کردگی بودم گفته بودم که کار شما گفته گیره یک تا به یک تا اجرا میکنم. تو ای سفرخون و شادی نترس. من حالی باید یک روزی میکنم. من باید میفهمونم که در خانه هیچ که نیست. باید خانه یک کس نگاه کنه. من کوشش میکنم که توی رنگ گوهره که چشم خودم در اون خانه نگاه کنم. با اون شرطی که تو کارهای من اجرا کنی گفتگی های من اجرا کنی. چی شرط داری؟ شرط و شرایط من همین که هر چیزی که خواستم شما هم برای من مهیا کنید. معلوم. بعد اینش SMS پیامک شما باید که مده بیاید. هر چی تیزتر همون قدر خوبتر. زوربی بابا تو دیگه از پسی ما اوورا نشو. از پسی کاری خودت شو. ما اینجا همراه مادر بعضا کارها رو میبینیم. اگر لازم شدی زنگ میزنیم. بله بچم فروخ راست میگوید. تو اول خودت رو بعد خانه رو نیز اهمیتی. خودت میدونی که همون سفرخان شدی رو. سلامت باشید بچه جان. سلامت باشید بچه جان. ای جونی هرچی که شما بگید. ما مسئله بی خطر دیدگی هم که به هر حال مادر احتیاط کنیم. مالش بچه جان. مالش بچه جان. خودت رو احتیاط کن. زوربی لبا زحمت کلام. سلامت باشید. مالش خواه. تمام تو SMS همین ساعت میره تو ده کای با بگاه میبیویم.
شما ما رفیقت دادسته نپا؟ نه با بگاه میبیویم. باید پولی را که بعد کردگی بدیم تا حاضر در کارت مگذشتگی نیست. امروز میره. انیق. خیلی میبینیم. اگر که گذشت بعدا از قفای کارهای دیگرش میشم. باش من برای رو کنم. شده. خوش اومدی. عقلتون در جشن مونده. خوش اومدی. روی سفید. با بیارای مگزین فراموش نکنیم. فراموش نمیکنم. تو با این ما در سری ما اومده در این مغازه تهدید میکنن SMS پیامک فقط همه SMS پول ایما انتظارم اما بانک نباشم خیلی نوش مهم نه مهم که همین دل مادر قطع فاروق یافته شد تمام یکم یه هفته دو هفته که دیگه تیم جلوه کردن گیر نوبتی تیم میرسه بویم نداره یکی خیلی طاقت کاره میشه اوه عشق جگرام سوختیده همین با فکری من مجنون چنین عذاب کشیدگی نیست در همین عشق و عشقی بیا با فاروق ازم میزنم الو اکای دوست برود من در خونه دیگه سازی تینجی برادرم فاروق جون میشه چوکر یکده هیچی گفتم علاقه دا بروم سازی تینجی کارو سازه تینج اگه با سوالت میتونم هم دختر همسایتون اگه خفه نشده بچه چه لیکی تشیدی همون دختری همسایه خیلی چکنم دیگه خودم نمیدونم این همین مجنون عاشق شایده شیده گشتم همین دختر همسایتون میگه ما چی رو دوست میداره او گل بردم نشید پول بردم نشید شکلات بردم نشید این دختر همسایه شما چی رو دوست میداشته باشم من حیرانم خیلی وقت گودکیش خیلی شما کلام شده گه خیلی اکای دوست برود یک سر دیگر را برای تو میگم چی سیر؟ این دختر از کودکیش در دستش پیستولیت بازی کرده میگشت پیستولیت دوست میداره یا پیستولیت گرفته بر در دامت میغلطد خشم رنگی خیلی بچه فعلی همین پیستولیت بازی کرده میگرده بگو او یک خط که نکن هزار رحمت فاروق جان هزار رحمت رحمت پیستولیت باشه آسان اخی تمام انا زندگی تا همون جان حالتون پریش بیاید در اینجا کرسی بشینید رحمت بچم دختر اگر نبرویی من با پدرت میگویم که دخترت مرا دوست میدارد انا خدا دویده کرده میبرایی انا کلا انا سخنه مغزی سخنه منطقش یافتن نوشتن دیدی انا سخن از این هم خیلی میبرایی کی و با همین تو
салом. Салом. Азизам, ту фикри мара не, ақлан фикри дили мара кӯ. шумо инҷо якдам шинед очаҷон. چی بود؟ من یا بینم میبیم بودم. فروخ لبای اوچا. در کجایی بچه؟ همجا بودم اوچا. چی بودی ها؟ اوچا با فکرم کدوم پیشک گذشت بوشکر چپا کردم. ترسیدم گفتم نه اوچا جان یکون جوی ترس نیست. مایلش رفتیم نباشه. فکر میکنم اونجا کسی هست. باور میکنی شب و روز دلی من برای عشق تو میسوزه. شب دراز در دری آتش خوب من عقلم فکری مرم که کم ترک خواهیش میکنم. ای دختر خواهیش میکنم من برای عشق تو راضیم که ای سمالات خود پرتم. برای عشق تو من راضیم که خود تک کم از دمونم. هر چی که تو میخوای امر که عزیزم من برای تو تیارم. جان بگی حاضر جان میتونم. ستاره بگو اسمان ستاره میارم. هر چی که میخوای بگو فقط فرمان بده. بعد ای خودی رو نبرویا. انا چیزی دوست می‌داشتگی تو آوردم. در کلام کپچاندم که این چرکی نشود. با پستلتی دوست می‌داشتگی. تو مرا دیوانه کردی. راو دیگر پس من آیا. ای دختر. ای. خیریت که پستلتی ایراستی نیستی. تو که مرا نخواهی من هم تو را نمیخواهم. ای تو در جان خودم عزیزه. ولی مرا نخواستی زمان میشه که من از کی پاچم زور میشی. بازی میبینی من هم جانم عزیز در خودم ده. من به خودم آبرو دارم. من به خودم قدر دارم. هم مگزینی کلام در تگی دستمو مرا با این نمیگفته.
پس از رفتنی تو بین فرزندان نه مهر است و نه محبت. همه وقت جنگ و جنجال. کاش تو زنده می بودی، کاش که زنده می بودی. چقدر آرزو و هوس ها داشتیم. صد افسوس که نیم آرزو و هوس ها را ندیده رفتی. من نفهمیدم که مرد بودن چقدر دشوار بوده است. در خانه ای که مرد نیست، در آن خانه نه آرامی است و نه خوشبختی. کاش که خواهر مکه جان، من اینها را برای تو آوردم خواهر جان. که رحمت اکه جان. خواهر جان تسیز خوب که باز مادرم نه آیان جنگ میکنن. معلوم شدی گوش که تایکی جو پیدا شی همه کارا جزیل کردی. خاموش. باید فرو سر و سر شده نمیتونی با ما را بگی کار را جزیل کردی. من را گوش که من نفهمیدم ترا کی روی کار تایکی جو فهمیدی من در اینجا من را هم خبر دار کرد. گوش که این مسئله ای فاروق هم خودم مدام کدام میتونم. فهمیدی؟ مسئله ای را من خودم ببینم. شدی صبر کن خود سروسی من نشم. مسئله ای را یک جوی هم میبینیم. رفتیم هیچ کنوی مانده. رفت
السلام. السلام. صبح بخیر. صبح بخیر شما. خوب هستی؟ باور میکنی همیشه تا روز خوبم نبود. واه. عشقی تو را فقط سوختم و پختم. خب برای تو شکرات آوردم. شکرات یک وزدوش نی. فقط نی نگفت. خور. کم کم هوا خنک شده، سالخین شده. یک شده شما. من انتظار شدم تا روزه که کی صبح میدم و راست پیشی شهادت جان میدیم، پیش خدکت دیم. فقط نی نگاه کن، فقط نی نگاه. سلامت باشه ها. خدایا مرا ببخش. من در حق فروخ چقدر ظلم کردم. فرزندهای خودم باشد مرا چشمی دیدن ندارد. فروخ مادرش دیگر باشد هم تا حال مرا نگاه و بین میکند. خدایا مرا ببخش. برای کار میکردم ببخش. شما باید اشک چشمتان را نریزید به خاطر ما. شما باید غم نخورید برای من. شما مرا از کودکیم تربیت کردید، کلان کردید. جان چه دقیقه به قهر نگاه داری؟ تو شکلات با ما را وردی و بخته. جان باور میکنی ای عشق تو را دیگه فراموش کردم. 3 روز هیچ خوردگی نبودم، فقط خودم خوردم. بخشش. ای روی. شهادت جانم، شهادت. چیکار کردگیم بدگه؟ شکم. آنی ایجاز تو گناهگاری. تو خوردی همشه. ولی که تو نمیخوردی یعنی شهادت قهر نمیکرد. اینه که تو خوردی قهر کرد. بو ایجا پشت تو چی تو گناهگاری.
مرا ببخش فرخ جون، ببخش. من در حقت چقدر ظلم کردم. دیگه نکن چه من توسط مهربانی شما، نصیحت شما، دستگیری شما بدون نیک رو فهمیدم آجا. جانی آجا ببخش. من فرقیت بین شما و مادر خود هیچگاه نمیگذارم. خیر مادر جون، بسیارم تماشایی کرده امون نیست، خیلی خوب شد. البته بحر دل آدم که شده میشه بچم. بله دوره های جوانی به یاد می بیاید. بله راستی گپ با همراه پدرت در اینجا ما بسیار سر و گشت میکردیم. شما آن وقت خوردکک بدین. همه وقت ایستو میدویدین اوستو میدویدین. پدرتون فقط سرسون و سرگردان شما بود. خیر اوچا جان کاری آسان نیست برای همه شرایط فراهم آوردن. خب مرحمت اوچا جان. صد افسوس که حالا در برمان نیست. بخشی شده حکر فاروق لبای زور بیر سفرفو مگزین افغان اومدگه اینه که افغان نیست. چی؟ یا بود چی نقشه نو دوران. انتظار شاو میاد. منتظر شب ما حتما میایم. مایلی بیو ما همجا انتظارم. مایلی خوب. خوب مایلش.
چی شد بچم؟ کی بود؟ تنجی و چجان تنجی تینجی؟ از کارخانه ظهوربک زنگ زدم خیر همونجا رفتم در کار بوده است کجای بر بردن در کار بوده است ظهوربک خودش نبوده است با این خاطر اگر شما اجازه ده من به کارخانه ظهوربک روم خیر دیگر چی لاج؟ البته رفتن در کار. شما برده خانمونم یا دوگانه تو میوید من کم ترکی دیگر شینم با دوگانم وعده کرده بودم که همراه پسرم و سیر و گشت میروم. های با هم کمتر صحبت میکنم بعد میروم. خوب مادر جان خیر بچم. الها ساخ رفته سلامت برگردی. در کسب کارت برکت دید. مشکلت آسان کند. الها آمین. خدا احتیاط کن بچم. خوب بچه جان خوب مایلت خیر. جان بچم. خدا این زن هم خیلی هشیار میتواند احوال مش میشته باشد خب من این کارو کردن نمیتونم نسبتی مادر و فراخ من چی خیلی کار را دیده میتونم نه کار کنم چیکار کرده میتونم چیکار کنم بابا تینجی بود؟ جو تینجی ها خانه ده برای چی رفتی؟ من خانه ده رفتم که فاروق فردا باشیدم میدونی اپا کارو وزیر چی اپا من تلفن ما کجای دقیقا خوندم نمیدونم اپا تلفن ما کجای دقیقا من قریب به دست میافتادم اپا دست که یادم کار میبیاید تو اخیر تو کسی ما را میفروشی فهمیدی؟ یادم کار دست تو نمیبیاید تو تلفن تا فراموش میکنی لباس تا فراموش میکنی کدام روز خود تا فراموش میکنی تو ای اپا بحث میدون ما تلفن ما کنیم تلفن تو در دست من سفر کن تو به خاطر کدام بدیم به خاطر کدام خطاگیم میخواستی مرا مجازات کنی راست گپ زنید برای کدام بدیش چی بدی کرده است سکم در شما حیف بر شما نسبت فرزند پدر رحم ندارید وای بر حال بیگانه ها یعنی که سیرت فوش شدن سفر کن اپا جون البته خوش شد البته این یه حجت تیار است تلفن سفرخان در دست ما بود یک جو پیدا شد
چی من خونه دیگه رفتم در حق ندارم آیا خونه ما یا پاجون حق داری دادر جان چی بانی خونه پدر بای تو کلاورم تلفن تمام را دادی داید نیست گفتی برا خونه دیگه دیگه چیزا صورت میگی تلفن ما وایرون شده بود راست میگه پا اونا من شدی را دادم تو جای ما فراموش خاطری نام جایدم برو ما تلفن این قدم خوش فراموش میکنه کور نزشت سیر میلای خوره افتابی درویه با چی گپی ماند که در حق ما تهمه نکرده ماندین همی گوشت نخون جدا کرده میشه و نخون گوشت جدا کرده میشه نه میشه تو میخوای کمی فرزند پدرای مرا از همدیگر جدا کنی ایزا نمیکشی افتابی درویه ایزا نمیکشین هر دوی شما امی پاجون یک گپ میگن دا میگن که صغیره با جای میرسه صغیره پرور نیه قیمت امی ایده راست میگی پام راست میگه من اجر تلفن رنگ خود رو اجازه نکنی به اوچا سفرخان با دهان دیگه کرده گپ زد ستبگی حالا وقتی گپ نیست وقتی به اینها گپ زدن میبینم دفت شوین هر دو دیجه پای قدر مبارکتونه دیگه در این مغازینی من نمانین ای روز شما پوچتون اینجا میمانین برکت مغازینی من پرده گم شوین بچه های چه؟ رسم چارده بمراتید خود برکت دارین این مغازین بی رفتم واه رفتم بیاشی آی قندلوتی اپا شکلوتی اپا اینجا بیو خیشکی اپا چی اوه اپا میمره و خی در نوزوش او شیرینی اپایی ابایی همه دادران که ما چه دیگه خیلی از میبینیم او دنیا کی اپا شیرینه کی اپا اپا چی؟ میدونه نه اگر من نمیبودم حالی هر دشمون چی میشه درست من برای انمی قطعه ناز میبینم من برای همین قطعه برای چی کار کردم اتیا چقدر وقتی مایدک بودی من تیا باغچه میبردم شکلات پکلات چیزی میفتم در دهنی تو میموندم برای انمی قکورات چی خیلی که من تیا دوست میدارم یک گام اپا دو دروش دوست نمیدارم او جونی خودمون خیلی بله من هم وقتی بودم سلام حرکت فروخ گوش کن نماندین ادبشون را باید میدادم بازی وقتی گپ زدن همراه اینها میبیان آخه تلفن از شما یافته دیگر چی جای اثبات بود تلفن از خونه یافتیم مقاله مردم رو میدونی دزد زور صاحب گاو رو میبنده میدونم همه خیلی سرخم خب با یک بچوره حالی میگردیم خوب بعد گپ میزنیم شادی جان یک دقیقه ایستو یک گپ زنیم گفتم که حالی وقت نیست بدتر گپ میزنیم اکی بوی گونگی به زبانم زبان برآورده ای بو چیکار داشته باشه کاروش بو سیریوز میبده ایره بو یگم با یکم کاری دیگه نکنه هیچ دلم پر نیست همی شما نه تو گوش کن تو سفرخانو اکای سعید رو میدونی ها؟ میدونم من همراه او گپ زدم یک چند دکومنتی خونه و ماشینمون رو پیدا کرده است خوشبختانه وای گفت که من پگاه با فلان جا گرفته میارم انیخترش نزدی باغ گفت پگاه همون جا آمدیم بعد صحبت میکنیم فهمو؟ برحال تو چشمت رو از این سفرخان و اپای
азизамон накард. Майлаш. шуду косаи сабрам лабрез шуд око. Хуб. шумо мева киҷо мере? ман медонам хати шумо чӣ кор кунам.